پنهان کردن حق حکمت نیست، بیان کردن صحیح و درست حق. انبیاء الهی حکیم ترین مردم بودن. چی میکردن؟ حق بود میکردن، حق میگفتن. خب میفهمیدن که با کدام روش حق بیان بکنیم. روش درست بیان حق را فهمیدن حکمت است. بالحکمت والموعظه الحسنه، با موعظه حسنه. موعظه حسنه چیست؟ یعنی که تو وقتی یک نفر را به طرف دین الله دعوت میکنی، او این حس برای از او انتقال بدی که تو خیرخواهیش میکنی، نه که تو آمدی با او جنگ کنی. این حس برای از او انتقال ندی که تو آمدی او را تحقیر کنی. خیلی وقتا جوانای ما کارا میکنن بدون مقدمه. میآید سر یک نفر خوب عقده درون خود خالی میکنه، باز میگه ما دعوتش کردم دیگه، دعوت قبول نکرد، برو خلاص. اما دعوت قبول نکرد، رفت گمراه است، نفهم بدعتی است که مشرک است، هر چی برش گفتم آیات حدیث برش خواندم قبول نکرد. تو آیات حدیث صحیح برش